روزی از روزها آقای حسینی با پسرش امیر و دختر کوچیکش سارا به خرید رفته بود. در حال عبور از بازار بودن که ناگهان چشمان سارا به یک دوچرخه کوچک صورتی رنگ افتاد. سارا گفت: بابا اون دوچرخه قشنگو برام میخری؟ خواهش میکنم لطفاً اینو میخوام، این مال منه. آقای حسینی گفت: عزیزم، الان برای امیر دنبال یک دوچرخه جدید میگردیم. دوچرخه تو هنوز سالمه. اما سارا قشقرق به پا کرد، شروع به گریه کرد، به داخل مغازه دوید. او مستقیما به سمت همون دوچرخه صورتی رفت و با خوشحالی روی زین آن نشست. آقای حسینی گفت: دخترم فقط 6 سالشه. لطفاً به حرفش توجه نکنید. از نظر قانون سارا یک کودک صغیر غیر ممیز است. یعنی اینکه حتی اگر پدرش هم بخواهد و اجازه بدهد، خرید آن دوچرخه توسط او هیچ ارزش قانونی ندارد و معامله باطل است، چون او اصلا درک نمی‌کند که خرید چیست و چه تعهدی ایجاد می‌کند. در همین حال امیر که ساکت ایستاده بود، یک دوچرخه اسپورت آبی رنگ را دید که بسیار عالی و خوش فرم بود. امیر گفت: بابا میشه این یکی رو نگاه کنیم؟ به نظر اندازه من میاد. امیر یک نوجوان 13 ساله که کودک صغیر ممیز به حساب میآید، یعنی اینکه او خوب و بد، نفع و ضرر خود را میفهمد. آقای حسینی گفت: امیر، صبر کن. قبل از اینکه دوچرخه را ببری باید مطمئن بشم که واقعا به دردت میخوره و قیمتش مناسبه. پس از امتحان کردن دوچرخه او با پول خودش آن را خرید، اما داستان به همینجا ختم نمی شود. از نظر قانون این معامله توسط امیر غیر نافذ است، مثل یک دکمه مکس. لحظه رو باید تأمل کرد، لحظه باید ایستاد. این معامله تا زمانی که پدرش آقای حسینی آن را تایید نکند و یا اجازه ندهد کامل و نافذ نیست. آقای حسینی دوچرخه را بررسی کرد، از قیمت آن راضی بود و به کیفیت آن اطمینان پیدا کرد. با این اجازه قرارداد خرید به طور کامل نافذ و معتبر شد. اگر آقای حسینی این معامله را درست نمی‌دانست، می‌توانست آن را رد کند و معامله باطل می‌شد. حتی اگر امیر خودش پول را پرداخت کرده بود. نتیجه می‌گیریم که فرق صغیر ممیز با صغیر غیر ممیز این است که درکی از خوبی و بدی هر کاری داشته باشند و کار خودشان را بسنجند. ای هیچ برای هیچ و با هیچ من هیچ جسم و سازهای الکاچوچ بلای بانوی باش روی قکرت بچیچ در این جاده سخت پا نگذار به هیچ. تو به آنو ببین پشت این دیوار پیچ. هیچ برای هیچ فقط خنده بزن روی خطای دنیا و قانون بشکن. هیچ برای هیچ این راز رو بفهم، زندگی ساده است مثل یک خط قلم. با قانونیون بیا با هم بپیچ، از سایه ها گذر کن، از مرزای هیچ. چشما رو باز کن، دنیا رو بچین، هر چیزی که بخوای توی دستات همین. هیچ برای هیچ فقط خنده بزن روی خطای دنیا و قانون بشکن. هیچ برای هیچ این راز رو بفهم، زندگی ساده است مثل یک خط قلم. قانون یه نقشه، تو خودت قانون باش. هر جا که باشه به پیچ و به چرخ با گذار که بباره بارون حقیقت از دل ستاره. هیچ برای هیچ فقط خنده بزن روی خطای دنیا و قانون بشکن. هیچ برای هیچ این رازو بفهم، زندگی ساده است مثل یک خط قلم. قانون یه نقشه، تو خودت قانون باش. هر جا که باشه به پیچ و به چرخ بگذار که بباره بارون حقیقت از دل ستاره.
هیچ برای هیچ، فقط خنده بزن روی خطای دنیا، با قانونونو بشکن. هیچ برای هیچ، این رازو بفهم، زندگی ساده است مثل یک خط قلم.